با مقصد تقویت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی و در سطح بلند استقبال گرفتن جشن بزرگ ملی در دایره تطبیق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نقشه چاره‌بینی‌های مخصوص تهیه گردیده امروزها در تمام شهر و ناحیه‌های کشور گروه‌های کاری جمهوریوی فعالیت خود را به راه ماندند. در همین زمینه در قصر فرهنگ دهات حیدر عثمانوی ناحیه باباجان غفوروف جلسه کاری با اشتراک رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و ناحیه باباجان غفوروف، فعالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون برگزار گردید. ضمن ملاقات تاکید شد که هدف اساسی تشبث پیشوای ملت از دو سمت مهم و تقدیرساز عبارت میباشد. ذکر گردید که امروز در شرایط پرتحول جهانی معاصر حفظ استقلال و آزادی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و منفعت‌های دولت و ملت وظیفه مقدس هر شهروند تاجیکستان میباشد. در جریان ملاقات دستاوردهای ناحیه باباجان غفوروف در سمت آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی مورد تحلیل قرار گرفتند. ابراز گردید که طبق نقشه 1988 انشاءات جشنی پیش بینی گردیده تا امروز 2646 انشاء ساخته مورد استفاده قرار گرفته است که این 130% نقشه را تشکیل می‌دهد. با بنیاد انشاءات نو 2914 جای نوی کاری تأسیس یافته برای بهتر گردیدن شرایط زندگی اهالی زمینه مساعد فراهم آمده است. از شماره عمومی انشاءات بنیاد شده 72 عدد به ساحه صنعت، 117 عدد به ساحه تندرستی، 354 عدد به ساحه معارف و باقی مانده به دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله فرهنگ، ورزش، خدمت‌رسانی راست می‌آید. همزمان مسئله‌های تربیت نسل نورست در روحیه وطندوستی، احترام به ارزش‌های ملی، صداقت به دولت و ملت، بلند برداشتن حس مسئولیت شناسی و اشتراک فعال جوانان در پیشرفت جامعه مورد بررسی قرار گرفتند.